نام از من زایره، ولد ناظر حسین فعلا باشنده دشتبرچی نوی 13. کاربار مصرفی دکان ده پل سرخ، کار صرافی مونم. قضیه از این قرار شد که ما شام روز چهارشنبه پیسه را حساب کردم، طرف خانه رای بودم، از بازار یک ذره بادرنگ گرفتم، 1-2 کیلو بادرنگ طرف خانه رایشتم. از مسافه بازار تا خانه را 1-2 چهارراهی بین از ما مسافه داره. در چهارراهی دوم یک نفر تلفن دم گوش بود، سن از من خیره سیل کرد، خوششو بود. ما تیر شدم نزدیک خانه، 2 اولید خانه رسیدد که یک موتر کرولای سفید چراغ فول از دم روی مادک دم هر دست مکن رسید. گفته که زایر توستی؟ گفتم ما. گفته بچه تا موتر زده، زود بیا بالا شده موتر. گفتم ما پیش خودم فکر کردم ما خب بچه ندارم، البته بدرزاده امر موتر زده. گفتم باشم بادرنگ خود خانه بیرسم. گفت بالش زود چه خونده کاره. دم موتر که می بال شدم گفت مرا تلفن خوره که ما زنگ دیم که نه زایر مات. تلفن خورد دادم، دم چیز یک سیم بود، یک بلا بود که دم گردنم انداختم، دم چوکی موتر محکم بسته کردن می رقم. بسته کرد. گفت دیگه صدایت نمیکشی. واقعا نیروهای امنیتی ملی مرا از جنجال خلاص کرد. دیسپای مرا وقتی که کس میگیره دیسپای مرا آزاد کردن، آوردن فعلا در ریاست. ما از یاد تشکر میکنم. اگر نه آینده از ما خراب بود، هم پیسه منو میگرفتم، شاید خود مرا میکشت. هر کاری که میشد. ما از نیروهای امنیتی ملی بسیار تشکر میکنم، صمیمانه تشکر میکنم.